مهمانا سلام علیکم. با وطن خوش آمدین. با طلایی ها خوش آمدین به وطن. واقعا شما با سعی و تلاش دوامدار طی سالها با رهبری منظم، با دیسیپلین عالی، با اخلاق سپورتی توانستین که به متو یک دستاورد بزرگ عظیم تاریخی در عرصه ورزش در کشور نامتان جاودانه ثبت کنین. و این نتیجه از اینه که اگر یک بررسی خلاص بسیار کوتاه بکنیم، او عبارت از سعی و تلاش و رقریزی در میدان تمرین است که کار کردین و همچنان شما به دنیا نشان دادین اخلاق بلند و فرهنگ بلند سپورتی تانه. مولمدار ما شخصا از طرف کامگار صاحب رئیس شرکت کامیار از طرف خود و به نمایندگی از تمام کارمندان شرکت هوایی کامیار این دستاورد بزرگ به شما، به ملت افغانستان و به فامیلایتان به همه از صمیم قلب تبریک گفته و در آینده به شما پیروزی های مزیدی که بخیر در جام جهانی بازم برین و کپ ها بیارین و طلاها بخیر بیارین. شما با این زحمتتان، با این تلاشتان، با وجود مشکلاتی که ما داریم تانستین که خوشی به فرد وطن به خانه هایتان بیارین. و تمام ملت افغانستان شما خوشی آوردین. یک و دو منی که ناگفتن نماینه که بدون حمایه فامیلایتان، پدرها، مادرها، خواهرها، برادرها امکان نبود. سلام و احترامات مرا به فامیلایتان به همگی برسانید. شرکت کامیار و رهبری کامیار همیشه از سپورتمن‌ها، از ورزشکارا حمایت کرده. کامیار در اختیارتان است. منفی از این که شما چقدر دستاورد دیگه کردین در سکتورهای پروازهایی که هستین، با هم با فامیل میرین، ما در اختیارتان هستیم. موفق، رستگار و کامگار باشین. استاد ویروس مبارک باشه. مبارک باشه. ټول ملت نه دا چې دلته راغونډ شوي موږ د حمایت لپاره خصوصا د کامیار شرکت نه چې زموږ نه ملاتړ وکړه نو ډیره مننه کوم. خیر اوسئ. میرحمزه قاسمی هستم، عضو تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان. تشکر بسیار زیاد از شرکت کامیار دارم. واقعا ما را خوشحال ساختند.